آش شوربا یا شوربا برای سرماخوردگی فوق العاده عالیه که من جدا پای مرغ درست کردم و بهش اضافه کردم پای مرغ. عاشق پای مرغ. بعضیاتون دایرکت میگید میگه مثلا بچه‌هاتون بعد غذا چه کار کنیم، غذا نمیخورن، ضعیفن. پس بچه‌های ما هم مثل میخوردن. بچه‌ها رو نباید بهشون استرس بدید. مثلا خیلی از مامانا میافتن دنبال بچه به زورش غذا بدن. این اشتباهه. بچه براتون لج میکنه. به بچه استرس ندید. به بچه استرس میدید بیشتر لج میکنن، غذا نمیخوره. دوم که هر جا میشینید نگید بچه من غذا نمیخوره، بچه من بد غذاست. یه جلوی بچه میگید آره این غذا نمیخوره، ضعیف شده، لاغر شده، من فلان شده. این بچه‌ها توی ضمیر ناخودآگاهش و به خودش میگه که آره من یه بچه‌ای هستم، بچه بدی ام، غذا نمیخورم. بچه‌تون رو اینجوری سرزنش نکنید چون غذا نمیخوره. این غذای خوشمزه برای بچه درست کنید. غذا رو تنظیم کنید برای بچه‌هاتون. خیلی ما وقت نمی‌کنیم. وقت نداشتی بچه نمیآوردی عزیز من، خانم من. خلاصه اینکه چه آشی شده. من وقت نمی‌کنم، حوصله ندارم، نمیدونم فلان نیست. شما که بچه‌ای رو به این دنیا میارید نسبت به این بچه مسئولیت دارید. تا وقتی زنده هستید باید به این بچه رسیدگی کنید. چون شما بچه رو به این دنیا آوردید. اینکه نخواسته بیاد. با مهربونی، با زبون خوش بهش غذا بدید بخوره. من مامانم واقعا هیچ وقت نمیافتاد دنبالمون به ما غذا بده. سفره‌ام از زیر دستمون میکشید. میگه بس دلکید چقدر میخورید. از اولم همه چی غذا به ما داد. همه جوره غذا به ما داد. ما رو بعد غذا بار نیاورد. تا 2-3 ماهگی نوزادو با غذا آشنا می‌کنیم. خوش می‌ذاریم تو غذا، میمالیم اینجوری به لب نوزادی که مثلا 2-3 ماهشه. بعد این بچه خیلی خوش غذا میشه. یه سری تا 6 ماه به بچه فقط شیر میدن. و بچه معمولا بعد غذا در میاد در اینجور مواقع. و آخرین چیزی که باعث میشه بچه‌های شما خیلی اشتهاشون زیاد شه، تیپای منو به بچه‌هاتون نشون بدید. خیلیاتون گفتید بچه‌هامون مدل تو غذا میخورن، غذا خور شدن، به غذا خوردن افتادن. مثلا مهم نیست با دست بخوره، با پا بخوره، با فقط غذا بخوره. بچه رو اذیت نکنید، محدودش نکنید. با قاشق بخور، با چنگال بخور، این مدلی بخور، آبروی ما رو بردی فلان، اینجوری نیست. بذارید بچه‌تون هر جوری که دوست داره غذا بخوره، هر جوری که لذت میبره غذا بخوره و از زندگیش لذت ببره.